با سلام خدمت شما بینندگان عزیز کانال یوتیوب کتاب. دوستان، در این برنامه میپردازیم با آموزش دعای قنوت و معنی آن، یعنی ترجمه فارسی دعای قنوت و اینکه اهمیت دعای قنوت در نماز چقدر است و آیا دعای خاصی برای قنوت وجود دارد یا نه. قبل از آن یادآوری میکنم که حتما مطالب کانال را لایک کنید و در کانال مشترک شوید، یعنی کانال را سابسکرایب کنید تا دعاهای بعدی را از دست ندهید. ابتدا متن عربی دعا را میخوانیم و بعد ترجمه فارسی آن را و در آخر دعای عربی را تکرار میکنیم تا دوستانی که آن را دوست دارند کلمه به کلمه یاد بگیرند حتما استفاده ببرند. ابتدا متن عربی دعا. اللهم إنا نستعينك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ترجمه دعا. ای الله، از تو کمک و بخشش می طلبم. ای الله، از تو کمک و بخشش می طلبیم و بر تو ایمان می آوریم و بر تو توکل می کنیم و تو را ستایش می کنیم به ذکر خیر و از تو شکرگزاری می کنیم و ناشکری نمی کنیم. جدا می شویم و رها می کنیم آن کسی را که از تو پیروی نمی کند. یا الله، برای تو عبادت می کنیم و برای تو نماز ادا می کنیم و برای تو سجده می کنیم و به سوی تو می دویم و برای هر امر تو حاضر هستیم و امیدوار رحمت تو هستیم و از عذاب تو می ترسیم. بیشک عذاب تو تنها برای کفار است. این هم ترجمه فارسی دعا. البته این دعایی که خواندیم در کتاب‌های فقه احناف یعنی مذهب حنفی ذکر شده و همچنین پیروان فقه مالکی نیز این دعا را می‌خوانند. البته با کم و بیش کردن بعضی کلمات، یعنی با اختلاف بعضی کلمات، این دعا در خیلی از کتاب‌ها و در نزد خیلی از فقها خوانده می‌شود. بجز این در نزد شافعی، یعنی در فقه شافعی و در فقه حنبلی، ضمن این که جای خواندن دعا هم فرق می‌کند، نوع دعا خواندن هم فرق دارد. اما تمام این اختلافات هیچ اصل مهمی در دین به حساب نمی آید. مثلا در نزد احناف در نماز وتر که بعد از نماز عشاء خوانده می شود، بعد از نماز خفتن دعای قنوت خوانده می شود در رکعت سوم. در نزد امام شافعی و امام احمد حنبل در نماز صبح در رکعت دوم بعد از سربلند کردن از رکوع دعای قنوت خوانده می شود. اصل خود قنوت چیست؟ قنوت در اصل خودش نوع نیایش است. قنوت یعنی فرمانبرداری کردن و خشوع و خضوع در عبادت، یعنی قنوت خودش نوع نیایش است. اما اینکه دعای خاصی وجود دارد، یعنی هر انسان، هر کسی تابع یک فقه هست مجبور هست که همین دعا را باید حفظ کند و بخواند، نه خیر، اینطور نیست دوستان عزیز. خیلی از دوستان متاسفانه تمام دغدغه نماز خواندنشان مخصوصا در نماز عشاء همین هست که دعای قنوت بلد نیستند.
دوستان عزیز اینطور نیست که تنها همین دعا باشد و فقط همین دعا باید خوانده شود و جزوی از نماز ویتر باشد. در آن لحظه که باید قنوت خوانده شود در هر فقهی چی اهل سنت چی اهل تشیع چی هر یک از مذاهب، در آن جایی که قنوت خوانده می شود انسان یک دعایی بخواند و البته آن دعا حتما مطابق قرآن باشد، یعنی از دعاهایی که در قرآن هست، و یا مطابق احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، و یا یک از احادیثی باشد که یک از دعاهایی که از پیامبر روایت شده است. این مهم هست برای که تلفظ و نوع دعا خیلی مهم هست که حتما دعای مسنون باشد و یا دعایی که در قرآن باشد روایت شده باشد و یا کلمات مطابق با آن، یعنی دعای صحیح باشد. مثلا اگر کسی دعای قنوت بلد نیست، کدام دعا را بلد است؟ آیا دعای مختصری مثل همین را بلد است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار؟ این دعا را بلد است؟ یا دعای دیگر اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا هر دعای دیگری که در احادیث روایت است، یا دعای صحیح است کلمات درستی دارد. این دعاها را البته در نماز یک شرط دارد که باید به زبان عربی باید خوانده شود، شرطش همین اندازه است، و الا نوع خود دعا فرق ندارد. یعنی وقتی انسانی مشکل دارد و این دعاها را نمیتواند حفظ کند، با کلمات دعا مشکل دارد، یا با اینکه دعا طولانی هست مشکل دارد، هر اندازه‌ای که میتواند دعا را حفظ بکند، هر دعایی که میتواند حفظ بکند، همان دعا را در قنوت بخواند. چون قنوت خودش یعنی نیایش، یعنی فرمانبرداری، یعنی لحظه خاصی از عبادت که در آنجا انسان دعا میکند. در اکثر مذاهب دست بلند میکند و دعا میکند. پس قنوت یعنی همین دعا کردن و فرمانبرداری کردن و جزوی لزومات نماز نیست که حتما همان دعایی که تعیین شده شما آن را بخوانید. نه، هر دعایی که شما بلد هستین بهتر همین هست که همان دعا را بخوانید. و الا این که اهمیت میتن و میگویند که شما باید همین فلان دعا را حفظ بکنید، اینها به اصطلاح بازی‌های فقیهانه هست. یعنی فقهایی که بسیار بعد از علمای صدر اسلام آمدن، اینها نوعی تعصب خشکی که نسبت به مذهب پیدا کردن، روی این مسائل تاکید میکنن که نه، شما فقط همین دعا را باید حفظ بکنید. مثلا کسانی که البته علمای منصف زیاد هستن، ولی بسیار از انسانای خوشمغزی هستن که اگر تابع فقه حنفی هستن میگن دعای قنوت ما همین هست، دعای قنوت ما همین هست. مثل اینکه این دعای قنوت سند زده باشن به نام خودشون، در حالی که هر مذهبی که دعای قنوت را میخواند، دعایی که میخواند در مرحله قنوت در نماز، اونها روایت هست، یعنی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت شده. حالا اسناد آنها را بررسی نمیکنیم که چی اندازه کدامش ضعیف است، چون که هر دعایی که مطابق قرآن باشد، یعنی مخالف با قرآن نباشد، مخالف با احادیث نباشد، کلمات آن مخالف با عقل نباشد، اون دعا درست است خواندنش، جدا از اینکه نوعی روایتش چی اندازه ضعیف یا قوی هست. پس بنابراین دوستان، این توضیح مختصر در مورد قنوت بود که دغدغه خاصی بسیاری از مردم هست که کوشش میکنند قنوت را کامل یاد بگیرند، همین دعای قنوت را یاد بگیرند. هر کس در هر مذهبی که هست دوست دارد همان قنوت مذهب خودش رو بخواند که این اصلا نه فرض هست نه سنت هست و نه هیچ بجز تکلیفی که بر دوش خود گذاشته است. پس بنابراین قنوت را بخوانید، هر دعایی که در آنجا بلدید، یک دعا بخوانید، دو دعا بخوانید، سه دعا بخوانید، هر مقدار طولانی تر بهتر. اگر طولانی تر نمیتونید حفظ بکنید، یک دعای مختصر صحیح حفظ بکنید و بخوانید. پس بنابراین دوستان، حالا دوباره همین دعا را ضمناً این دعاهایی که قنوت گفته می شود هر موقع شما می توانید بخوانید، چی بعد از نمازهای فرض، چی بعد از نمازهای سنت، چی در حالت عادی نشستین میخواید دعا بکنید، این دعاها را میشود بخوانید. این دعا مختص به داخل نماز نیست، بلکه بیرون از نماز هم میشود، هر لحظه هر جایی میتوانید این دعا را بخوانید، به خاطری که کلمات بسیار مفید و کلمات بسیار جامع در این دعاها به کار رفته است. دعاهای جامع و دعاهای صحیحی است که میشود همیشه آن را بخوانیم. پس یک بار دیگر متن عربی این دعا را کلمه به کلمه تکرار میکنیم. اللهم انا نستعینک. اگر استاد شویم میگوییم که نستعینک و نستغفرک،
اگر که رد شوی یک جایی میخوانیم اللهم انا نستعینک و نستغفرک، اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نستغفرک و نؤمن بک و نؤمن بک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نتوکل علیک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نثنی علیک الخیر عليك الخير ونشكرك 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 ولا نكفرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ونخلع ونخلع ونترك ونترك من يفجرك من يفجرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ولك نصلي ونسجد 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 وإليك نسعى وإليك نسعى وإليك نسعى ونحفد 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 ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك إن عذابك إن عذابك بالكفار ملحق بالكفار ملحق بالكفار ملحق. ترجمه دعا: ای الله، از تو کمک و بخشش می طلبیم و بر تو ایمان می آوریم و بر تو توکل می کنیم و تو را ستایش می کنیم به ذکر خیر و از تو شکرگزاری می کنیم و ناشکری نمی کنیم. جدا می شویم و رها می کنیم آن کسی را که از تو پیروی نمی کند. یا الله، برای تو عبادت می کنیم و برای تو نماز ادا می کنیم و برای تو سجده می کنیم و به سوی تو می دویم و برای هر امر تو حاضر هستیم و امیدوار رحمت تو هستیم و از عذاب تو می ترسیم. بیشک عذاب تو تنها برای کفار است. دوستان، این دعای قنوت با ترجمه و توضیحات مختصر در مورد آن بود. ضمناً گفتم که در بعضی از روایات همین دعا با اختلاف کلمات هم ذکر شده که بعضی کلمات به گونه دیگر وارد شده است. آنها هم درست است و کسایی که دعاهای دیگری در قنوتشان میخوانند که انشالله در کلیپ های بعد هم از آن دعاها آموزش داده خواهد شد، آنها هم درست هستند. هر دعایی که مطابق قرآن و احادیث پیامبر باشد درست است. ضمن اینکه تشکر میکنم همراه ما بودید. حتما مطالب کانال را لایک بکنید و در کانال عضو شوید تا انشاءالله که بتوانیم با همدیگر دعای بیشتری را یاد بگیریم و بخوانیم.